درباره وارو نام گرفتن این دیه دو روایت در بین مردم رایج است. یکی از روایت‌ها این است که اطراف دیه را کوه‌های سربلند از 4 طرف احاطه کردند و آسمانش گشاده است. از پایان چه خیلی نگاه میکنید گویا که فقط آسمان یک دریچه را میماند و دیگر کوه‌ها آن را احاطه کردند و روی دیه گشاده است. از اینجا رویش رو. روایت دیگر این است که گذشتگان ما از دیه واروخ اسفره به اینجا آمدند و اینجا زندگی اختیار کردند و روایت دوم خیلی به حقیقت نزدیکی دارد که عرف و عادت‌های این مردم طرز جایگیر شوی دیه با طرز جایگیر شوی واروخ اسفره خیلی مانند است. از بخش‌های تاریخی معلوم شد به قول عالم تاریخی دوست مورخ یوشع یعقوبوف درباره همین کارکردگی و یادگاری‌های بالا آب وادی زرافشان از روی گفته اون کس هنوز در اصل 7 نام مورد در قطار دیگر دیه‌ها به مانند ارمیتان، دیگنات، بعد به کوم در مقاصدهای تاریخی ذکر شده است. از روی مشاهده ها و شاهدهای عینی معلوم میشد که این دیه خیلی دیهی قدیمه است و هنوز در اینجا کالاها وجود دارد. کالاهای قدیمه که تا عصرهای 7 برجا بودند شهادت می‌دهند که در اینجا مردم خیلی از زمان قدیم زندگی می‌کردند و برای محافظت خود کالاها ساختند و خیلی در عصرهای 7-8 خیلی یک جای ترقی کرده بوده است. راه ماشینگر در دیه وجود نداشت و تنها اولهای سالهای استقلالیت در اینجا راه ماشینگر گشاده شد. زندگی مردم به کلی تغییر یافت و امروز مردم در اینجا خوشخرسندانه زندگانی میکنند. کسب مشغولیت مردم در اینجا به دهقانی، کشاورزی و دامداری مشغولند. بسیارتر در اینجا از محصولات کشاورزی کارتوشک، غله‌دانه، سبزیجات استحصال کرده می شود. برخی من سال 1974 بر بودم کورس یکم بخوانم در دانشگاه ملی. یا تقام بودن مکتوب نویسن که وقت تلفن خیلی موبیل نبوده مکتوب نویسن که واروی چراغان شد. سال 1974 برکشیدم. زندگی امروز خیلی خوب است به درجه نغزش. واروی‌های در اینجا بوده که تا عصرهای 13-14
با زبانی یکی از نهجهای زبان شغلی گپ میزنند. گواهی میدهد نامهای محلها، توپونیمهای محل همش به زبان شغلی. مثلا اولغر، باشو، اسپاجی، فرفت، باشاغر، کفرود، کشتریتا، غیر زیاده از صدها نامهای فقط به زبان این واژه ها به زبان شغلی هست. معلوم است اینجا وطنی بابایی شغلیان است و ما هم باقی مانده های وارثان مردم شغلی قدیم هستیم. منطقه‌ای هست که مثال یک جا بالا به یک جا تگمایل میگوین، اونجا به یک جای دیه میانه میگوین. معلوم بشه که همونجا یک زمان دیه بودشه و دیه میانه با اول بالا هم بودشه این دیه دیگری. معنی مثال کلمه‌ای هستن اینجا که مثال به زبان سوختی به ما تا حال موجود هستن. من بالا کوه اولغار میگوین. غرش به نظرم کوه دیگه. اولغار میگوین اونجا تگمایل میگوین، یک جای وغنه میگوین. وغنهش به معنای باغ. مثال داری باغ در وغنه میگویم ما، اما وغنهش به معنای باغ. یک جا اوجدام نام دارد، یک جا خوخی نام دارد اینجا. یک جای دیگه خوچگرو، سرخچیب و غیر هم خیلی نام بسیار است. من این خاکی که در بالای بام است خشینه میگویم ما به جای شفی. همون ولی که چی نام داشت هیزم یک پارچه هاشه ریغه میگوین با همه خودش پریغده میگوین. همین کلمه های سعودی هستن. این امارات سال 1907 ساخته شده است که استاها از ارگوت می آوردند. صاحب خانه یکی از شخصیت های معروف همین دیار امیرک رحیمبای سازندگی همین خانه ها اینه دوره بچگی ما پیشتر حولی ها می گفتند. اولین خانه ساخت نو به حساب می رود. پیشتر خانه ها پست تیرزاش مایدک و غیر هاکذا بود. این اولین خانه ساخت نو که از سمرقند و بخارا کوچانده همینجا آوردند. خب ستون ها پره اگر شما در جایهای تاریخی، شهرهای تاریخی مثل سمرقند، بخارا، کوهلاب، حصار و غیر دیگر شهرهای تاجیک‌نشینی آسیای میانه سفر کرده باشید یا دیده باشید، اساساً همه خیلی ستون می‌ساختند. از یک چند قسم عبارت است. پایین قسم کوهزچه، بالای و غیر هاکذا که یکی از صنعت‌های معماری درجه چی میگوین اولی به حساب می رود. اینجا موبایل مهمان خانه با پرگی چی کرده شده است. قبضه و فرومان امارت سنتی می باشد که این طرف جای خوراک تیار کردن و غیر هاکذا، این طرف مهمان خانه که مهمان ها می بیاد می آمدن مهمان قبول میکنن در مطبخ اینجا خوراک تیار میکردن و با مهمان پیشکش میکردن. در هر همین خانه های ساخت نو زینه هست که برای برآمدن فرآمدن و از سطح آب که برف بارون یمی نگاه داشتن بلند میکردن.
قلمه میگن پاکسنی پاکسیش از خشت و سنگ ساخته میشد قلمش از ستون همین از ستون که ساخته هم برای زلزله تاباوری زیاد است و هم گرم میشود در زمستان مثلا بعضی وقتا قشلاق ما وقت خنک نمیشد تمامی بسیار سخت خنک شده که 12 و 13 و 14 درجه خنک میشد خانه ها گرم میشه با واسطه پیچکه ها بخاری ها گرم میکنیم همین خانه قلمه یک خصوصیتش همین که یا خصوصیتش اینه که گرم می شود پاکسازی نظر به پاکسازی گرم می شود این در تخمین 150 سال عمر دارد با هم بابای کاج نقل کردم هم کس آورده شناندگی از طرفای سمرقند پنجکند اونجا هم استوا می ساختن اونجا آورده شناندگی هستن قدیمترین خانه‌هایی که در دیه وجود دارد قریب تاریخی 200 یا 300 ساله دارد نمونهش ممکن به شما نشان دهم این بناهایی که امروز هستند اینا تاریخی 100 ساله دارند بناهایی که امروز مردم سکونت دارند بناهای قدیمیشون در طرح ساخته شدنشان و ایشان در تحقیقات عالمان روس هست یک عالم روس با نام دویدوویچ در اینجا طرح‌های خانه‌های گذشته را در آن وجود دارد طرز معماری که در شهرهای تاجیک نشینی آسیای میانه رایج بود با دیها آوردند کشانده آوردند من اصلا معمارم یک چند نمودی معماری در دیهای ما وجود دارد مثلا پخسا قلمه خشتین و غیره یک چند نمودش رایج است آن چیزی که مثال پیشتر بود در عین زمان رستوراسیون کردن از نو برقرار کنی و غیره کسو شکلی معماری کمتون تغییر یافت لیکن اصلا بسیار چیزاش باقی مانده مثلا میریم من این تاکچه ها برای ظرف روزگار کرپا بالین غیره رو جابجا گذاشتن رف ها برای کتاب دفتر و غیره کسو مثلا رفا برای ظرف اینا برای لباس آویختن و کلاه و غیره ها کذا همه این چیزا با ما از اصلا گوید از شهرهای بزرگی ما از سمرقند بخارا با ما آمدگی غیر از این در دیهای ما من ساختی بالارپرتویی و وسچینی نهایت معمول می باشد که اینا جفت وسته میگوینه شد یعنی با هم زیج کردن که یکم چیز نشد خوگ نمیریزد هوای خانه در یک ایست نگاه می‌دارد معتدل در تابستان سالخین در زمستان گرم یک عادت قدیمی بوده است که زمینی که جو و گندم وایته در اونجا خانه آدم سوی در اونجا خانه نمی‌ساختند در اونجا خانه نمی‌ساختند و حتی قبرستان هم در یک جایی که زراعت نمی‌روید در همون جا می‌کردید عادت همون آدمای قدیمی شغلی بود که در خانه در وای می‌کنند برای اکونوم کردن و زمین یا برای صرفه کردن زمین کوهستان زمین تنگ خانه ها از وای ساخته میشد از خانه ها از شتون قلمه میگن شتون ساخته میشد پیشتر خانه های از همه پیشترش دو وای داشت یک تا اشتون خانه داشت و بالا و از قصبه میبودن بالاش روی خانه در روی خانه خواب میرفتن قدیمتر در و در پایان وای میکردن آتش میگیرن الان بعد گرم میشدن و خانه گرم میکردن و خانه ها از همه قدیمش سنگی بودن بعد سنگی بعد قلمه پیدا شد که اساسا خانه های ما قلمه
زمینی سختی کوهستان دلی نرمم عطا کرده است درشتم هر کی میخواند خطا اندر خطا کرده است زمینی سختی کوهستان دلی نرمم عطا کرده است درشتم هر کی میخواند خطا اندر خطا کرده است به مثلی که یک رویم بسان چشم حق گویم چنین بودم چنان باشم که انسانم خدا کرده است به مثلی که یک رویم بسان چشم حق گویم چنین بودم چنان باشم که انسانم خدا کرده است میانی که ها بگریخت قیم از دست جبر و ظلم به من تاریخ سنگین دل جفا روی جفا کرده است جدا بودم زهم خونان که بی پل بود دریاها سریک و سرین چشم دلم از غم نوا کرده است جدا بودم زهم خونان که بی پل بود دریاها سریک و سرین چشم دلم از غم نوا کرده است امید و آرزویم سخت مانم بی حنای سنگ دو بیتی او رو با اینا لیم را به فنا کرده است امید و آرزویم سخت مانم بی حنای سنگ دو بیتی او رو با اینا لیم را به فنا کرده است یکی گفتا تو ایرانی دیگر گفتا تو تاجیکی جدا از اصل خود میرد کسی ما را جدا کرده است جهان یک روز می ترکند سیاهی پرشراری ما جهان یک روز می ترکند سیاهی پرشراری ما که در ترک وطن ما را پیاپی مبتلا کرده است زمینی سختی کوهستان دلی نرمم عطا کرده است درشتم هر کی میخواند خطا اندر خطا کرده است زمینی سختی کوهستان دلی نرمم عطا کرده با شیر وای میاندازیم جرقوت کهنه میاندازیم دم میتیم جرقوت میشود شیر میگیریم جرقوت میگیریم با مخصوص وای هست جولچه هست تربچه با تربه میاندازیم تا این سخت میشه داشت اینو میگیریم کپی گفتنی وای هست از چوب کپی کپی میاندازیم میشکیم وای میشه چرخ میکشید نه این تا وای هست یک تا خودی چوب ساختگی این تا میزنیم به دیگ میاندازیم تنوگ میشد داشت به دیگ میاندازیم علو میکنیم میجوشد
گشته با عدیق میگیریم با وای میاندازیم با جول گشته جول سخت میشه گشته با میگیریم تا قرود کنه. حاضر همین چکه جوشاندگی؟ نه اینو جوشاندگی. این جوشاندگی ها من این قرود جوشاندگی. میشد ها. تیارش. حاضر چوروا در کجا؟ چوروا حاضر در کوهستان با مخصوص برای همین چیغ برای قرود کنی. چون که این آبش تاگ میدود از قرق من همین چیغ وای میشه. قرود خشک میشه. یه علت خشک میشه. در لالیای مخصوص نمیگیرن بالای همین گونه چوب ها در علی گیری تگاش وای میشه. چی میشه؟ می پوسا تجا میزنه. پیپشا. این چیغ مخصوص برای و قرود خشک کنی. این چکه تازه است یا که آب میخته داره دیگه چیز؟ تازه هیچی نداره. تنها شیری تازه گو. با لایلوغ را من شیری بزرگ وای میکنم. همین قروت جوشانده ها؟ ها همین قروت جوشانده. تا چقدر مثلا قروت میکنید شما ذخیره میکنید؟ ذخیره 20 کیلو تا 100 کیلو 150 کیلو. گو دارم بوز دارم بزدار گو بسیار است. لایلوغ بالا میره 100 کیلو قروت میبره. از شما یگان نفر میرود به ایلاق؟ لایلوغ یه همین همسایه ها خیشو میرن همه لایلوغ نمیرن. از شما چروتو نمیتین میبرن؟ هم چی میبرن. بعد حق میتین؟ حق میتین ها. چقدر؟ جوشان جمع میکنن لایق شیری گو ما. گو ما جوشان جمع میکنن میبرن دو. این چکه از شیر گاو حضیر؟ از شیری گو بوز آلاش. اومیخته؟ اومیخته هم. کدامش یکی مثلا طعمی وی طعمی همین قرود رغان چکی همین قشلاق ما در گنجان نیست. در حقیقت بسیار بولذت است. با مزه. دیدم. غذانیکش هم بسیار. اینقدر 150 کیلو میکنید به فروش میبرید؟ خوجگی های مثال ایالمند هست میخورن. گشت تو این وقتی لایلوغ با خسال وایترش با میفروشن هم. باز چی تیار میکنید از شیر؟ از شیر هر چی تیار میکنیم. افقاتای ملی تیار میکنیم. شیر برنج، شیر چای. با از این چکه قروتاب میکنیم. دو نمود شکراب میکنیم. دوغ میکنیم. خوراک زمستان در اینجا بیشتر به فکرم قروتاب است. قروتاب هم. هم در بلندی هم روغن توجیکی. ما باید دو نمود میکنیم. هم قروتاب یک نمودش زیر وقتی لعلی با. یک نمودش کوسبه. جوشانیم کوسبه گریف نان انداخت ابالش ریغن زرد. داغ کرد انداخت ریغن گو. قروتاب در کاسه. ها قروتاب کاسه گیر. چکه باید برای قروت کردن چگونه باشد مثلا؟ سخت باشد؟ سخت باشد ها. خیلی سخت باشد. در چند روز همین گونه میشود؟ این یک هفته دو هفته با. جوشانیم تیز آبش میره. گشت خشک کنم یک هفته خشک میشه. این دخترای جوان ملکه از عهده آماده کردن قروت میبره نه؟ میبرن ها میجوشن میپزن کپی میزنن قرود میکنن عقلی همش میبرن. چوروا کی میبیاید از ایلاق؟ چوروا یکم سنتیابر 3 ماه ایلاق میکرده یکم سنتیابر میبیاد. همه وقت در شما شیر، جرغوت، چکه، مسکه همه وقت هست. همه وقت هست برای همین آدمای قشلاق ما آدمای بی علت بی درد. کسل نمیشون نه؟ نه هر نوع کسل نمیشون. در خوراک محصولات طبیعی تازه. نه محصولات های طبیعی تازه. قدیما با آهلو می رفتیم. گاوا 3 تا 4 تا می بردیم. گوسفندهای می جوشیدیم. بزای می جوشیدیم. قروت سوزما می کردیم و می آوردیم. با یک رحمانده ها می دادیم که ثواب شد. ماهی بعد کشت و کار دیگر تمام کردن اونا چوروا رو بگیرن و کوه میبرن. اکو با هم لایلوغ نمیگن اول میگن. اولو میبرن برای همین مقصد چراندنی همین چوروایش که باید شود زیاد شود باید شود فربه شود بازار به تیار شود
و مقصد دوم از محصولات از اونها محصولات گرفته شیر و جرغاتش جمع میکنن در خلطه ها شیر جرغات میکنن جرغات در خلطه ها جمع میکنن از شیرش روغن میگیرن با از جرغاتش هم روغن مسکه میگیرن روغن مسکه میگیرن بعد برای زمستانشون ذخیره باز کرود میسازن کرود در دیگ میپزیم شیر دیگ در ستیلا میگیریم جرغات میکنیم جرغات با جال میاندازیم و باش میره جال پرشر میگیریم کپی گفتنی هست کپی میزنیم با کپی دو تنک شد میگیریم آشتان دیگ کلان میمانیم میجویشانیم با دیگ میگیریم در جال میاندازیم سخت اینطورین که شد با میگیریم کرود کرد با چالی ها گفتنی هست چیغ میاندازیم و در چیغ میاندازیم خوش میشه مردم دیار بغیر از با کشاورزی مشغول بودن با چاره‌داری مشغول بودن اینچنین در اینجا مردم زنان با کارهای هنرمندی از آنجا گلیم بافی خوراک بافی خب از محصولات حیوانات بز و گوسفند تیار کردنی و گلیم ها نمد ها مشغولند مردان اینچنین در اینجا از هنرهای دریدگری هنری آهنگری کلاهگری هم به چشم میرسد در دیه دو استاخانه آهنگری وجود دارد غیر از این یک چند استاخانه های دریدگری نجاری استاها استفاده میبرند وجود دارد اینچنین هنرهای زیاد هست در اینجا که مردم با آن مشغول می باشند. پشم میغازیم، میشوییم میغازیم، میریسیم. کلابه میکنیم، کلابه رنگ میتیم، رنگ خشک میکنیم، بعد دکان میسازیم، خسروی جمع میکنیم میبافن. گل میاندازن رشتی رنگ دادگی هر رنگ مثل رشتی سفید زرد رنگ میتیم رشتی سرخ گلابی رنگ میتیم پشم کبوت زنگار و سبز رنگ میتیم پشم سیاه با رنگ سیاه میاندازیم خوش‌تر میشه رنگش چی تیار میکنید رنگ میخریم پشم میشوییم میغازیم میریسیم کلابه میکنیم رنگ میتیم رنگ خشک میکنیم بعد رنگ خشک شد دکان میسازیم تور میتونی تورش از پخته رشتی پخته رشتی سفید بعد دخترای قشلاق جمع میکنیم و یاد میتیم میبافن هر کی خودش هم میتونه با برای یاردم دخترکای جمع میکنیم میریسیم رنگ میتیم میبافیم گلیم میکنیم تا که پاهم بانده چند وقت میگیره و این رسیدنش آنچه وقت میگیره میرسیم و ده 7 روز 8 روز میبافیم گیریم روزی این من میغوزم دست میکشم میریسم بعد وای میکنم بعد رنگ میتیم و دکان کرد و تنید و دخترکای تیپ کرد و بافت و گرفت و تگی پامند در چند روز میبافه؟ ده 7 روز 7 کس چند کس جمع میشه؟ هر روز 2 تا 3 تا توب میکنیم بافته دخترکای 5 یه 7 روز بابا 5 کس 12 کیلوش یک گلی میکنیم دی اکن پشم نغز از 5 6 تا یک 10 تا قیچ کنید به آیان گلی میشه گوسفنده خودتونه؟ ها اینای خودمای اینای خشت بارامای میگیریم وای رنگ اگلاشکش 5 سوم 6 سوم میخریم پیشتر کارمک پارمک و هم تو میکردن حاضر ما هم وای میکنیم میخریم که از کیات گرفتید این هنرشو؟ از بیبی ها مای و چه ها مای خشت آمنو مای
بسیار بازی های قدیم هم در اینجا محفوظ موندن به مانند بجول بازی، چیلک بازی و بعضی شما گم شدن و در بچگی ها بود پرتینک هم بازی به مانند فوتبال بود. فقط از روی یه چی میساختن، از روی گو با هارون توپ میساختن، توپک میکشتن ما رو توپک میساختن، بعد توپک هر کس پیشش بوده رای میکرد. پشت به مانند فوتبال میزدن، کسی که عاقب بود باید توپش زدن رفتن میکشتن تا که پرتینک میکشتن، تا که قطعی میگردن تا که پرتینک میشن. همونطور توپ قطعی میگردن پرتینک. با یک چند بازی هایی که بوده چراغ پایه، چیلک بازی، زوزواکو بازی گلی، زوزواکوس، این هم یک دو بود چیلک بازی. اینجا تابستان کارهای تابستانی سر شد، کار کرده ایستاده. کارتشکه شنان دیدیم، کارتشکه و خاک کشیده ایستاده. کار کردی بین زراعت ها. برای روزی گذراندن اینش، مخصوصا برای عائله خودم بود. اینش کشنیش و شیبید. اینش علف تگی درخت می‌داریم چهار بار. اگر مهنت کنید، نغز مهنت کنید، حاصل نغز می‌گیرید. هر سال تخم نو کنید، حاصل نغز می‌گیرید. ما اعضایان خواجگی دیهخانی ورو این سال از 4 اپریل این جانب و ما وابسته کرده شد 7 قطعه پله از پله‌کاران استحصال کنندگان پله ناحیه پنجکین قبول کرده گرفتیم. من امروز رساندیم. من این از هر یک قطعه‌اش تا 40 کیلوگرم سپریم. اینا به مدت 40 روز ما تربیت نموده با وایا رساندیم. خیلی محنت سخت. ما خدا خواهد سحر اینا میگیریم، تازه میکنیم. من همین غذا های هر یکتش تازه کرده برده به همون پیله قبول کند جا هست، همونجور میسپریم. اونا پولی نقد میتین در 1 کیلوش 15 سومون پولی نقد میتین به پیله کارا. سرای و مردو مثال برگ تیار میکنند. خواجگی مثال ضعیفا دخترها مایده کرده در پیله میریزن، گرم نگاه میدارن، هر سری چند وقت هواش تازه میکنن. با غنک گفتنی کار است. من این ویش تازه میکنن پای تگشه. دیگه یکان کاری مشکل نیست. خیلی کسی خدمت کند مییابد. آدمی که خدمت میکند مییابد. همون خیلی نمیشدیم. مراسم درام اساسا در اینجا ماهی ایول آگوست، اساسا ایول آگوست. علف‌های بیگانه باشند که خودم دردا ممکن. یکی اساسا علف خودش نمیره. اینجا علف‌های با واسطه آبی پولیزی آبی جا بعد علف میشه. مثلا اساسا شغل اولی اینجا چارو پروری، بعد
زراعت کاری اساسی با حاضر موافق برای کارتوشکا. کارتوشکا خیلی میشه با لذت اینجا در روی وادی درخشان کارتوشکا وارو از جهت تازگی مزه دو برآوردگی. ای بهشتی را